به یادت یاد باد. از روزگار یادگار آیم به یادت یاد باد. 6 اپریل رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با عیادت فرزندان حافظ زنده‌یاد دمیربک عالیموف رفت. رفتن شخص اول ولایت به خاندان دمیربک عالیموف برای والدان و پیوندانش تشریفی غیر انتظار بود، زیرا از مرگ این ستاره تابناک صنعت 2 ماه سپری شد و خانواده او انتظار نداشتند. با گذشت بیش از 60 روز رئیس ولایت به آستانه آنها قدم رنجه می کند. با اطلاع مسئولین خدمات مطبوعات رئیس ولایت در دایره سفر کاریش به ناحیه دیوشتیچ به خبرگیری خانواده هنرمند جوانمرگ دمیربک عالیموف رفته است. رهبریت ولایت در صحبت با پدر هنرمند شادروان باتور عالیموف از خدمت‌های دمیربک عالیموف در رشد صنعت تاجیک ستایش کرده، در گذشت مرحوم را که همگی 33 سال داشت تلفات بزرگ برای فرهنگ و هنر ارزیابی کرده است. دمیربک عالیموف هنرمند پرآوازه شب 5 فوریه امسال در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسید. مرگ او را هوادارانش تلفات بزرگ نه تنها به صنعت ولایت سوخت بلکه تلفات کلان در صنعت تاجیک می دانند. آبدار آیم به یادت یاد باد. با بوس بیتی آبدار آیم به یادت یاد باد. تنها شوی در شهر عشق چون آذرخش عشق یار آیم به یادت یاد باد. چون آذرخش عشق یار آیم به یادت یاد. دمیربک را در ولایت سوخت چون صنعتکار معنیسرا نیز میشناسند و میگویند که او در انتخاب شعر و ترانه بسیار معنیسرا بود. دمیربک عالیموف سال 1989 در شهرک قانچی ناحیه دیوشتیچ به دنیا آمده. محصل کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ بود. او دارای استعداد فطری بود و در موسیقی پاپ و کلاسیکی ترانه‌های زیاد سروده است. هنرمند ماه فوریه همین سال بر اثر صدمه نقلیاتی از عالم گذشت. او در عائله یگانه پسر بود که بعد سالهای انتظاری والدانش او را صاحب شده بودند، ولی رشته عمر جوانیش در 33 سالگی کنده شد و 3 پسر تشنه مهر پدر را یتیم ماند.
ای بار خدای عرش و کرسی، شش چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. ای بار خدای عرش و کرسی، شش چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله.